اصلا میدونستی پاپریکا هیچ ربطی به فلفل دلمه‌ای نداره؟ توی مجارستان به جای فلفل و نمک همه از پاپریکا استفاده میکنن. دلیل این که این ادویه اینقدر پرطرفداره چیه؟ پاپریکا از معدود ادویه هایی هست که توی تمام غذاها میتونی ازش استفاده کنی، چه در طول پروسه غذا و چه موقع گارنیش غذا. و یه چیز دیگه هم هستش که مجارستانی‌ها هر سال حدود نیم کیلو هر نفر دارن استفاده میکنن. پاپریکای شیرین یک رنگ قرمز شاد، تندی اصلا نداره و طعمش مثل گوجه تازه و رسیده است. پاپریکای تند که فقط داخل مجارستان تولید میشه و با مزاج ما ایرانی‌ها زیاد سازگار نیست و کمتر ازش استفاده میکنیم. پاپریکا دودی که بیشتر داخل اسپانیا تولید میشه و طی یه فرایندی پاپریکای شیرین و تند دودی میشن و یه طعم خیلی خاص و باحال رو تشکیل میدن. فقط کافیه یه بار تو غذات امتحانش کنی تا بفهمی چرا همه عاشقشن. اگه میخوای بدونی تو چی غذایی استفاده میشه یا قیمتش چنده، کپشن رو بخون.